میخوام بهتون یه فیلم معرفی کنم که به خوبی نشون میده چجوری معماری و طراحی فضا میتونه روی تفکر آدم و حتی زنده موندنش تاثیر بذاره. فیلم از اونجا شروع میشه که یه گروه غریبه توی یه مکعب از خواب بیدار میشن. این مکعب درایی داره که به 6 تا مکعب دیگه منتهی میشه و این یه شبکه غول‌پیکر و پیچیده از هزاران مکعبه که بعضی از اونها میتونن شما رو به وحشتناکترین شکل ممکن بکشن. پس داستان درباره غریبه‌ایه که سعی میکنن راهی رو برای خروج پیدا کنن. این فیلم نمونه ای از داستانیه که در اون معماری خودش یه ابزار رواییه. درباره این فیلم و معماریش خیلی حرفا میشه زد، ولی چیزی که من میخوام بهش بپردازم اینه که آخر فیلم ما متوجه میشیم که نه، بذارید اینجوری بگم. کل این سیستم مکعب جوری طراحی شده که به شما این فکر رو میده، این تفکر رو میده که شما باید کاری بکنید، باید فرار بکنید. اما در نهایت متوجه میشید که کاری که باید میکردین این بود که توی همون نقطه‌ای که هستیم وایسیم و اگر همون جا وای میسادین مکعب خود به خودش رو مرتب میکرد و میتونستیم بدون کشته شدن از اونجا فرار کنید. فلسفه قوی پشت این داستان هستش. اونم اینه که اگه انسان رو داخل یه فضای خالی قرار بدیم، سعی میکنه که یه کاری انجام بده، اونو بفهمه و برای خودش معناش کنه. تمایل این که انسان همیشه دوست داره به یه چیزی عمل بکنه. گاهی اوقات بی‌عملی خیلی سخت‌تر از عمل کردنه. This is the room we started in. We should never have moved in the first place.